سلام علیکم برادرای عزیز. ما این راه گرفتیم و سوی زیارت 44 چشمه، زیارتگاه 44 چشمه میریم. یک زیارت میکنیم. خداوند بزرگ ما در روی سفید همه شما در برای کار در این روز سعید، در این روز جمعه ما دعا میکنیم که همه تون در برای کار پیش کارتون خداوند بزرگ گشوده کنه. الله اکبر. یه شهلانه ها. انا برادران عزیز ما چپایف درست نمیشه، چپایف میگم، چپایف. انا که برادران عزیز ما تصمیم گرفتیم که راست زیارتگاهی 44 چشمه بریم. این چپایف خدا نصیب کنه گذاشتیم. اینا درون قبادیان داریم برادرای عزیز. سلامتی هم خوب است. با شما نیز توصیه میدهم که این گذرانی را فراموش نکردن، البته اجرا نمایید. агентии صادراتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد دوستان عزیز ما آمدیم با 44 چشمه. دوستان عزیز در درون 44 چشمه ایم. چند سال پیش آمدگی ماهی ها را دیده بودم، ماهی های کلان کلان داشت، با این پنج ماهی چک بود. حاضر میفهمیم که ماهی ها هستن یا نه. میریم راست پیش چشمه ها رو تماشا میکنیم. همون خنک ماهی ها نیست، راست هم که اینه ماسته مایدک. اینجا در ماهی هست، ماهی های مایدک ها اینطور قبیده. نمیشه ماهی رو قبیده. برادر عزیز ماهی کلون رو دیدستین یا نه؟ ما دیدستم اونو ماهی کلون، نه ماهی کلون. این ماهی کلون در تای او. نه ماهی ها رو بی این برادرها من با چشم ماهی رو دیدستم، اگه شما نمیدونم در اینجا میبینه نمیبینه. آره ماهی اکی اوربی ماهی اوربی انا 44 چشمه. ای هم انجا چشمه برآمده است. من شما رو نشون میدم. سلام علیکم. سلام علیکم. هم اونجا ایربی ماهی را نه یه هم خودش. دوستان عزیز 44 چشمه گفته نگاه کرد بخوای سنگ چقدر او میبروه. قدمجوی حضرت علی آقا. زنده باشه زنده باشه. اینان با آب در آمدن من است. اوز جای آبوزی ها؟ جای پناه زبور شدن. زنده باشه. اینجا هم چشمه ها اینجا میبروه. 44 تا بلاکه. 44 کسل داده. همینجا ها؟
Kurtulbulak, Perden Talap, Niyet Talap, Ciger, Çarşım Dert, buraya put safit etti. Ama şuraka. این کرکتوره اما من نگاه میکنده زنده باش. هزار رحمت خدا کجان. هزار رحمت. اینه بیا رفتیم برادرها طوری کنده میریم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا برادرها اینجا همه چشمه 44 چشمه. خیلی جای بیش تا سار. خیلی جو خیلی برادرها خداوند خودش اینه. این ماهی رو بی دریجه. این ماهی رو بینی. ماهی رو بی. این رو بی. برادرای عزیز حال طور کنده میبروییم. آزین برادرها ما ayxı دیده های سانتودا اکه شوی مردان اینه برادرمون اکه بگیم رو بالات همجا رو نگاه میکنه. این ماهیات یکم چی میتن شما ها؟ آدم ها کرمت میکنه نام پام میکنه. زنده باشه. زنده باشه اکه شوی مردان. زنده باشه. سربلند باشه. اینه برادرها هنه 44 چشمه. اون مزارش در بالا های. مزار در بالا های. اتبون حضرت علی بالا دار. کی؟ اتبون حضرت علی. اسبانی علی. حضرت علی. اتبونش بابای قنبر میگه. بابای قنبر. بابای قنبر بوده در اینجا مزار بابای قنبر اسبانی حضرت علی. انا برادرای عزیز من اینطوری کنده میبرم. اینا چشمه که اساسی نمیشکنه ان شاء الله. اینا برادرای جای چشمه اساسانی. این همجا آب اینو برآمده است. این زنده و سربلند خوناباد باشه. این آب تازگی شوی. آب صافی شوی برادر. جهان دا دویم جا. این عربستان دا آدم اومد دید. عربستان؟ این یکم جاش در کجا بوده کوه؟ عربستان دا حج. آب زمزم. ها آب زمزم. آب زمزم. راست. آب زمزم. اینا دیده دویم آب زم کمتر روغندار. این روغندار نه. این تازه ها. اینا برادر عزیز دیدن دویم آبی تازه و آبی پاک و بیزلال. این آبی خمون بوده. اینا برادرمون یکم آبی زمزم های. انشالله که اولش خدا آخرش خدا. اینجا ما شما دیگه قد ماهی ها رو نشان میتون برای عصباتون آرام شیدن برادر. دوستان عزیز جز زیارتگاهی 44 چشمه به نهایت جای تاریخی، جای بهترین جای هست که دیدنش آدم روی الهامی تازه میگیره. سربلند خونه آباد باشین، در جای باشین خداوند نگهبانتون باشه. حالا که میریم منزل جاگاهی اسبانی حضرت علی بابای قنبر. آفرین میریم. اینا برادرای عزیز میریم چقدر بچه مکی میریم اینا آرامگاهی اسبانی حضرت علی. یک هفته ها میکنیم و دوستان عزیز 44 چشمه در همینجا 44 چشمه میبرویه برادر ها. اینا روی سنگ راه میگردی. بسم الله الرحمن الرحیم. این همه آوی 44 چشمه این پایال میرفته آوی 44 چشمه. بسم الله الرحمن الرحیم. درخت در حقیقت مزاری کلام بوده. اسبانی حضرت علی.
برادران انا دوستان عزیز اسبانی حضرتی این بابا خانواده این اسبانی بابای کی نبود حضرت علی اسبان حضرت علی نامش بابا خانواده بابا خانبر این همه درست بودن بدن نه بخاطر درست نبود فقط یک کنوات دل بودن خالص قد جا کنوات نه کنوات دل برای چی سبب باشه که قرار درست میکنن خبر را برای قبر درست کرده در وقتی که مسلمان ها تشکیل شدن قبر درست میکردن که کوفتن های آورده قبر تیزیده ای پگاش توپ پگاش دسته بی قبر ایم درست بود سنگ بود بلو بود ایسه تویست وادی ویاوی مثل داشتش قبر میکردن مرده را باجو میکردن سگ میموندن میبروردن میپاکوفی یا چی دیگه میپاکوفتن شما خدا را باور مینیمونه خدا چیکار داره سگ برو کرده پاکوفته دیگه کرده همین مشرکا برادر عزیز کارایی میکردن که کارایی که زیدی کارای پیغمبرمون زیدی کارای خداوند کار میکردن مقصد قبر برام قدروز میکردن که مشرکان نیامانو اگر که میگفتن قبر میکردن در جای سگ میکردن میگن شما خدا میگن اینو بگید در جای مسلماناتون چی میگن هر کار گذشته که اگه یک روایت که برادر گفته است برای همین خداوند خودش تکیه با پروردگار میکنیم سربلند و خاناباد باشه در کجای بوشنده باشه خداوند نگاهبان باشه هزار رحمت خدا کنه هزار رحمت زنده باشه خوب بکشم مهمانه دیگه های سانتودا آمده دیگه های سانتودا